از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت افطار می نمود چنین دعا می کرد: پروردگارا، برای تو روزه گرفتم و از رزق داده‌ات افطار نمودم و از من آن را قبول نما، به درستی که تو شنوا و دانایی. روایت طبرانی. شرح این حدیث: هنگام افطار کردن دعا نمودن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چنانچه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنگام افطار دعا نموده می فرمود: پروردگارا، برای تو روزه گرفتم و از رزق داده‌ات افطار نمودم و از من آن را قبول نما، به درستی که تو خدای شنوا و دانایی. جایگاه نیت اصلا قلب است، اما حکمت به زبان ذکر نمودن برای جمع فکر و اندیشه بسیار موافق می باشد. الصلاة والسلام علیه